به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان و همراهان گرامی. با جلسه سوم وبینارهای پراست اکشن در خدمت شما هستم. امیدوارم که آماده باشید، بدین صورت که فیلم جلسات قبل رو دیده باشید و یا اینکه در خود وبینارها شرکت کرده باشید. از شما دعوت میکنم که وبینار امروز رو هم بهش دقت بکنید و خاطرتون باشه که این موضوع امروز دوباره مباحثی که مطرح میشه مجزا هست از مباحث قبلی و در نهایت اینها میتونن در کنار همدیگه قرار بگیرن و این روش رو بسازن. بنابراین اگر که احیانا شما جلسات قبلی رو نداشتید یا فرصت نکردید که شرکت بکنید و نگاه بکنید فیلم ها رو، ایرادی نداره. جلسه امروز هم برگزار میشه و میتونید دسترسی داشته باشید و مطالب رو دنبال بکنید. اون چیزی که در پرس اکشن شاید خیلی موضوع مهمی باشه و اصلا پایه اصلی این روش رو میسازه، موضوع شمع‌ها هست در اصل. و شمع‌ها و الگوهای شمعی یا همون کندل ها موضوعشون بدین شکل هست که ما در روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی که در بازارهای مالی و در چارت استفاده می‌کنیم میایم و تلاش می‌کنیم از ماشین یا از اندیکاتور و ابزارها اون چیزی رو که این کندل‌ها به ما میگن بشناسیم و تفسیر بکنیم. اما ما در پرس اکشن این قرار رو گذاشتیم که خودمون تلاش بکنیم که در چارت کندل‌ها رو بشناسیم و اون چیزی که این کندل‌ها میتونن در اصل بیان بکنن رو خود ما مستقیما از روی چارت استخراج بکنیم و نیازی نباشه که از یک واسطه، حالا به صورت اندیکاتور و یا نرم افزارهای دیگه بخوام استفاده بکنیم. برای پرس اکشن یک نرم افزار عادی مثل متا تریدر میتونه کافی باشه و همینطور خود چارت به صورت کندلی به ساده ترین شیوه ممکنه میتونه برای ما مؤثر و کارآمد باشه. بنابراین ما صرفا نیاز به این داریم که زبان کندل ها رو بشناسیم و بتونیم اونها رو تفسیر بکنیم، اون هم به صورت مستقیم. کندل ها بهترین سیگنال های بازار هستن، بهترین سیگنال های ما هستن و همه چیز در اونها نهفته است. ما در کندل شناسی و به نوعی خوندن زبان اونها و یادگیری زبانی که کندل ها با ما صحبت میکنن چند تا آیتم داریم. یکی این که خب خیلی از الگوها آسون هستن از لحاظ اینکه هم به راحتی میشه اونها رو شناخت و هم در چارت پیدا کرد. تعدادی از اونها هم ممکنه مشکل باشن، هم از لحاظ یادگیری و هم از لحاظ پیدا کردن توی چارت. و تعداد الگوهای شمعی همونطور که میدونید خیلی زیاد هست و ما اصلا وبینارمون و قصدمون آموزش الگوهای شمعی نیست که این کار رو قبلا در جلسات مختلف انجام دادیم. تعدادشون زیاد هست و میشه گفت خیلی از اونها کم کاربرد هستن، یعنی وقوعشون اولا در چارت ممکنه که خیلی زیاد باشه، بیش از حد باشه و به همین خاطر تاثیرشون کمتر باشه. اما تعداد دیگه از الگوهای شمعی و کندل ها پرکاربرد هستن، درصد موفقیتشون بالاست و قدرتشون بسیار بالاست. بنابراین اون چیزی که ما در وبینار امروز و کلا در روش پرس اکشن توصیه می‌کنیم این هست که خیلی خوب هست که شما کلیه الگوهای شمعی رو بلد باشید، اما شاید 4-5 تا از این الگوها و کندل ها بسیار بسیار پرکاربرد هستن و ما اونها رو مرور میکنیم به خاطر اینکه درصد موفقیتشون هم بسیار بالاتر هست و میتونه به ما کمک بکنه. از جمله این الگوها 2 تا از این الگوها در واقع اساسی ترین کندل هایی که میتونن به ما کمک بکنن پینبار و انگولفینگ هست که قطعا این اسامی رو قبلا هم شنیدید در آموزش ها و جزوات و منابع و وبینارهای مختلفی که درباره تحلیل تکنیکال کلاسیک و یا الگوهای شمعی برگزار شد. اما خب ما سعی می‌کنیم نگاه ویژه‌ای
به این الگوها داشته باشیم امروز و در جلسات بعدی روش کار با اینها رو و نحوه گرفتن پوزیشن رو توضیح بدیم. ما سعی می‌کنیم که پینبار رو یه مقدار کامل‌تر توضیح بدیم خدمت شما و بعد سراغ انگولفینگ بریم اگر که فرصتمون بهمون اجازه بده. در اولین چیزی که باید در چارت بهش دقت بکنیم این که ما بتونیم یک الگو رو به درستی تشخیص بدیم. پس باید شکل و شمایل یک الگو رو به خوبی شناسایی بکنیم و این موضوع برای ما بسیار مهم هست، شناسایی صحیح و دقیق یک الگو. دیگه من در مورد این که خب این بادی هست یا بدنه هست و شادو چیست و اینها سعی میکنم وقت رو تلف نکنم و وارد این جزئیات نشم. ما شمعی رو داریم الان در مقابل خودمون میبینیم که بدنه اون سفید هست و یک شادو بسیار بلندی رو داریم درش ملاحظه میکنیم و همینطور بالعکس این کندل میتونه در واقع به این شکل باشه، اما پاشور زدن به این معناست که این مشکی هست و توپر هست. این دو تا شمع رو شما در گذشته هم دیدید و مرور کردید، اما کمی راجع به این مسئله که این کندل چه چیزی رو میخواد به ما بگه صحبت بکنیم و سعی بکنیم زبانش رو بشناسیم تا بعد بریم ببینیم که این چه کمکی میتونه به ما بکنه و ما چه استفاده ای از اون میکنیم. خب در شمعی که در واقع این بدنه مشکی باشه ما میدونیم که اینجا نقطه اوپن بازار هست، بعد بازار نوساناتی رو انجام داده، یک هایی رو ثبت کرده و در نهایت در این نقطه حالا به صورت ریزشی یعنی این میزان افت قیمت رو داشته و کلوز شده. اگر بخوایم که نمودار این وضعیت رو رسم بکنیم پس می‌بینیم نوسانات بازار از اینجا شروع شده و بعد به این حالت ما افزایش قیمت رو شاهد بودیم. پس در ابتدا که یک همچین کندلی در حال تشکیل بود همه چیز در بازار صعودی بوده و شاید در ساعت اولیه اون روز و یا اگر مثلا کندل یک ساعته باشه در دقایق ابتدایی شما شاهد رشد بازار هستید و وضعیت کاملا صعودی است. اما در ادامه ببینید اتفاقی که میفته اینه که تمام اون رشدی که اتفاق افتاده بود از بین میره، بازار ریزش میکنه و حتی کمی پایینتر از جایی که بازار باز شده بود این بسته شدن انجام میشه که خب اینجا همون نقطه باز و بسته شدن بازار که بادی رو تشکیل میده و این افزایش و کاهش هم شادو رو میسازه و در نهایت کندلی که ما مشاهده میکنیم به این شکل است. پس اتفاقی که در این حالا ممکنه با تأخیر یا با نوسانات دیگه همراه باشه، یعنی تا وسط ها بره برگرده دوباره بره بالا، ولی مسیری که قیمت طی کرده قطعا نقشه‌اش و نقشه‌گاهش میتونه به این شکل باشه و در این کندلی که اینجا مشاهده میکنید خب نقطه اوپن اینجاست، بعد پایین ترین قسمت یا لوش اینجا شکل گرفته و نهایتا در این قسمت کلوز رو شاهد هستیم که حالا میتونه یک شادوی کوچیک هم در هر دو کندل از سمت های یا لو هم داشته باشیم. خب اینجا هم نمودارش در واقع به این شکل میشه، ما یک وضعیت کاملا ریزشی رو داشتیم اما بازار نهایتا برگشت میکنه به سمت بالا و خیلی بالاتر از اون جایی که باز شده بود بسته میشه. باز اینجا رو ما به صورت بادی خواهیم داشت و این شادو و این کندل به نوعی ساخته میشه. پس اون چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم در یک کندل به این سادگی ها ازش رد نشید و دقت بکنید که خیلی خوب میشه این کندل رو تفسیر کرد. این اتفاقی که شما دیدید رو یک بار دیگه با هم مرور میکنیم. ما مشاهده کردیم که وضعیت بازار در اینجا در ابتدا صعودی بود اما این دروغ بود و در نهایت وضعیت و تصمیم سهامداران و تریدرها یک وضعیت نزولی کاملا واضح است. به خاطر همین پینبار رو
به نوعی حالا مصطلح هست که پینوکیو نامگذاری میکنن، دروغگوی بازار، و میگن اون چیزی که در ابتدا رخ میده دروغ هست و نهایتاً اون چیزی که ما داریم میبینیم در انتهای کندل اتفاق میفته و ما باید به اون دقت بکنیم. پس ما پینبار رو شناختیم. حالا عرض شد که میتونه یک شادوی خیلی کوچیکی هم در اون سمتی که بدنه رو داریم داشته باشیم، اما شرط و شروط‌های پینبار نباید دوستان خراب بشه و ما سعی میکنیم که الان راجع به شروط یک پینبار درست حسابی و واقعی صحبت بکنیم. پینبار میتونه، یعنی کلا علوم شرعی همشون همینطور هستن که میتونن خیلی دقیق و با کیفیت مثل اون چیزی که ما نقاشی میکنیم نباشن، اما هر چقدر این به سمت اون الگوی ایدئال حرکت نکنه قدرتش کم میشه، نه اینکه قدرتش بخواد ناگهانی صفر بشه. اما ما تمام تلاشمون این هست که با پیدا کردن الگوهای خیلی دقیق وضعیت تریدمون هم خب با کیفیت تر باشه و در واقع ریسک کار پایین بیاد. پس در پینبار داستان این هست که هر چی که بازار به یک سمت حرکت میکنه همه اون رو برمیگردونه و از بین میبره و یک الگوی شرمی به شکلی که دارید مشاهده میکنید اتفاق میفته. از ویژگی‌های پینبارها این هست که این شادو حداقل باید 3 برابر اون بادی باشه. یعنی اگر ما این اندازه بادی هست و این اندازه شادو، باید بالا با یه اندازه‌گیری خیلی سریع با همون موسمون که در متا هست متوجه بشیم که این شادو تقریبا 3 برابر این بدنه هست. این یکی از شاید شروط لازم باشه، به خاطر اینکه همین میزان پشیمونی که اتفاق میفته و در ابتدا ریزش هست و کامل صعودی میشه یا بازار صعودی هست و کامل برعکس میشه، این باید یک قدرتی، یک اندازه‌ای و یک میزان نوسان مناسبی داشته باشه که خب این قدرت 3:1 اینجا از شروط اصلی پینبار هاست. و نکته مهم دیگه این که وقتی ما یک کندلی رو با این مشخصات که شادو 3 برابر بدنه اون هست پیدا کردیم، بعد دنبال این باشیم که ببینیم این شادو و کلا این کندل پینبار ما در وضعیت قبلی بازار آیا دارای بلندترین شادو هست و داره خودش رو به تنهایی نشون میده یا نه. پس باید در کنار شمع‌های قبل از خودش هم یک شمع تکی باشه. فرض می‌کنیم الان شما اینجا چند تا کندل پشت سر هم رو دارید که نزولی هست و ناگهان اینجا یک پینباری بخواد تشکیل بشه. این پینبار، این کندل و شادوی اون کاملا نسبت به شادوهای قبلی می‌بینید که برتری داره و یه لو اساسی و جدیدی رو داره ایجاد میکنه و این یکی از شروط اصلی هست. حالا در قسمت های هم همینطور. باز یکی دیگه از شروطی که شاید در گذشته ما خیلی به اون دقت نمی‌کردیم این هست که پینبار به تنهایی بله یک الگوست و شرط و شروطهاش همین چیزهایی است که تا الان عرض شد، اما محل قرارگیری پینبار بسیار بسیار مهم هست و اون این هست که باید در واقع پینبار این بادیش در حداقل انتهای کندل قبل از خودش قرار بگیره، یعنی به نوعی کلوز بشه در بادی کندل قبل از خودش، که این چیزی است که در این مثالی که اینجا کشیدم وجود داره. یعنی در الگوی پینبار کندل قبل هم مهم میشه. حالا چقدر اون کندل دوباره بدنه بزرگ کوچیکو داشته باشه شاید خیلی مهم نباشه، اما اینکه پینبار ما کلوز بشه در داخل بدنه کندل قبل بسیار مهم هست. شاید این الگو به عنوان چکش یا مرد داراویز اگر در گذشته استفاده میشد این شرط رو خیلی ما درش لحاظ نمی‌کردیم، اما این الگو به عنوان یک پینبار باید بادی در واقع خودش رو کلوز بکنه در بادی کندل قبل و در این صورت با داشتن اون چند شرطی که در خودش گفتیم مجموعاً میتونه یک الگوی بازگشتی رو ایجاد بکنه که بسیار پرکاربرد هست. حالا اینکه چه چیزهایی میتونن پینبار نباشن یک مقدار صحبت بکنیم. بدنه کوچیک کلاً از شرایط و نشونه‌های یک پینباره، اما اگر این بدنه کوچیک بخواد همراه بشه با دو شادو که در واقع از هر سمت اندازه قابل مشاهده‌ای داشته باشه، این از وضعیت پینبار خارج میشه. عرض کردم که پینبار باید
داره یک شادوی خیلی کوچیک حالا قابل اغماز در یک سمت و همینطور شادوی بلند حداقل 3 برابر در یک سمت دیگه باشه و هر چقدر این شادوی بلند ما کوتاه‌تر بشه و اون شادوی کوتاه بخواد بلندتر بشه، از ابتدا از کیفیت اون و قدرت اون پینبال کاسته میشه و در نهایت از حالت پینبال به صورت کامل خارج میشه. این تمام نکاتی است که ما در تشخیص این الگو باید میدونستیم و دیگه واقعا بیشتر از این نیست. اینها مطالب اساسی بود که در تشخیص پینبال بهش احتیاج داشتیم. اما وقتی که این پینبال رو میشناسیم چه کمکی به ما خواهد کرد؟ خب در جلسات قبلی چه چیزهایی رو آموختیم؟ ما روند بازار رو پیدا میکنیم و میدونیم یک روند از کجا قابل معامله میشه و معاملات ما در جهت روند میشه. در جلسه بعدش آموختیم که چه سطوح و مناطق بازگشتی میتونن باشن و محتمل هست که ما در اونجا بازگشت‌هایی رو شاهد باشیم و حالا داریم اینو یاد میگیریم که در اون مناطق بازگشتی و در یک روند صعودی یا نزولی مناسب کندل هایی رو که باید مشاهده بکنیم باید به چه شکلی باشه تا متوجه بازگشت بازار بشیم. یعنی سیگنال هایی که دریافت میکنیم یکی از اونها پینبارها هستند. پس پینبارها بهترین معامله با اونها در جهت روند و در محدوده های حمایت مقاومت یا همون واکنشی است. یعنی شما یک روند صعودی رو پیدا کردید و بعد فرض میکنیم که این محدوده رو ما به عنوان یک محدوده مقاومتی که تبدیل شده به حمایت داریم در نظر میگیریم و وقتی که بازار به این محدوده میرسه ما پینبالی رو مشاهده میکنیم با خصوصیاتی که صحبت شد و این میتونه نشونه این باشه که بازار قصد داره بازگشت داشته باشه. و حالا کندل قبلش هم که شرایطش رو گفتیم. پس شما با 3 تا مسئله اساسی یک تشخیص روند صعودی که عرض شد، روند صعودی حداقل باید یک مقاومت رو بشکونه تا از اون به بعد ما مطمئن باشیم در جهت روند داریم معامله میکنیم. مسئله دوم تشخیص مناطق که بازار به اون واکنش نشون داده که میتونه شامل حمایت و مقاومت باشه و مسئله بعد پیدا کردن شمع‌هایی که میتونن بازگشت بازار رو به ما نشون بدن. حالا این بازگشت خیلی وقتا بهتر هست که همینطور در جهت روند باشه، اما گاهی وقتا در خلاف جهت روند هست و ممکن اینجا شما یک محدوده رو داشته باشید که یک پینبار اینجا به شما اثبات بکنه که بازار قراره بریزه و این روند صعودی در ابتدای کار ناکام بمونه و برعکس بشه. و نکته اساسی تر اینکه نحوه قرارگیری یک پینبار در این محدوده هایی که راجع بهش صحبت می‌کنیم، مثلا این محدوده رو شما به عنوان یک محدوده حالا میتونه حمایت یا مقاومت باشه در نظر بگیرید و ما می‌خوایم ببینیم که یک پینبار به چه شکلی باید قرار بگیره. معمولا زمانی که ما پینبارها رو دنبال می‌کنیم، پینبارها همونطور که اون نموداری که من وصف کردم می‌بینید که یک مسیر رو طی می‌کنن که بسیار گول‌زننده هستن و در نهایت کلوز اوپنشون و نوساناتشون بسیار با هم متفاوت هست. در ابتدا صعودی است و بعد نزولی میشه. اینجا هم همینطوره. ما در یک همچین وضعیتی منتظر این هستیم که این ریزش بیاد بشینه روی این منطقه حمایتی و ما دنبال پوزیشن های بای باشیم، ولی می‌بینیم که کندل کار خودش رو به این صورت شروع میکنه که در حال شکوندن این محدوده است و برای ما جالب میشه که پس ما یواش یواش باید به دنبال معاملات سل باشیم. اما زمانی که کندل کلوز میشه و بسته میشه ما میبینیم که ما شاهد یک پینبار هستیم، یعنی اون عبور قیمت از این محدوده صرفا یک شادو بوده و این شکستی اتفاق نیفتاده و الگویی که شکل گرفته پینبار هست و همون توجیهی که ما برای تفسیر این شمع به کار بردیم اینجا به خوبی اتفاق افتاده. پس این شادوها و این در واقع عبورها در پینبار خیلی میتونه اتفاقا کارگشا باشه و ما رو متوجه بازگشت بکنه، در حالی که خب خیلی هم ممکنه بعد از دیدن یک شمع با این وضعیت احساس کنن که این منطقه حمایتی شکسته شده و بیان و به پوزیشن‌های معکوس اون فکر بکنن. گرچه باید بدونیم که در همه الگوهای شمعی ما به دنبال تایید هم
میگردیم، یعنی سعی میکنیم به یک پینبار هم اعتماد نکنیم. حالا یه فرصت بشه میریم روی چارت و میبینید که همه پینبارها قطعا نمیتونن جواب بدن، ولی وقتی اطلاعاتتون رو با هم درست تلفیق میکنید میبینید که نه، اتفاقا درصد موفقیت شما بسیار بالا میشه. همه این توضیحاتی که راجع به پینبار عرض شد رو ما میریم سراغ یک کندل دیگه، یک الگوی شمعی دیگه به نام انگولفینگ که خب خیلی سخت نیست، خیلی هم آشنایی دارن و زیاد لازم نیست که من فکر میکنم بحث بکنیم، به همون صورتی است که در الگوهای شمعی راجع به اون صحبت میشه. ما یک شمعی رو داریم که حالا اینجا اول من سفید میکشم، یعنی شمع سعودی است. یک شمع با بدنه کوچیک و شادوهای خیلی نرمال به این شکل احتمالاً، و شمع بعدی که اون پوشش هست و اون انگولف کردن هست، شمعی است که حداقل با بدنه خودش، در واقع شمع مشکی که با بدنه خودش تمامی نوسانات کندل قبل رو پوشش میده و از بین میبره. یعنی الان اینجا های رو ما داریم و اینجا لو رو داریم و بخش بدنه. شمع بعدی که یک شمع مشکی هست کمی بالاتر باز شده، یعنی شما اینجا یک گپی رو دارید مشاهده میکنید چون نقطه کلوز این کندل اینجاست، اما این نقطه اوپن کندل بعدی با یک گپی، با یک شکافی بالاتر هست. حالا این میتونه خیلی هم اونقدر بالا نباشه و کلوزش هم خیلی خیلی پایینتر ممکنه از حداقل نقطه اوپن و یا لو کندل قبل باشه. یعنی عین پینبار همین مسیر ممکنه طی بشه، همون حرفا زده میشه، یعنی یک اتفاقی است که بازار کامل عکس اون اتفاق رو رقم میزنه. یعنی ما یک بازار سعودی داشتیم، احتمالاً یک کندل نرمالی هم اتفاق افتاده و همچنان میشد به وضعیت سعودی امیدوار بود، اما بازار با یک شکافی باز میشه که باز هم میتونه نوید دهنده ادامه صعود باشه، اما کندل شکل میگیره که همه چیز رو برعکس میکنه و پوشش میده. این پوشش یا انگولف کردن گاهی وقتا بیش از یک کندل رو شامل میشه. مثلا شما یک دوجی اینجا دارید و یا یک کندل ممکنه کوچکتر اینجا باشه. هر چقدر که تعداد کندل هایی رو که کندل آخر پوشش میده بیشتر باشه، خب قطعا میتونه بهتر باشه. شما برعکسش هم هست، شما یک کندل نزولی دارید، بازار نزولی است به اینجا میرسه و بعد یک کندلی که پوشش میده کل اون کندل قبل یا قبل تر از خودش رو، و این انگولفینگ شامل دو کندل که بازگشت رو نوید میده. اما همچون در واقع پینبار باید خاطرتون باشه که اینها لازمش این هست که در یک محدوده مناسب، در یک روندی که ما چک کردیم همه چیز رو اوکی هست، اینها سنجیده بشن. میریم رو چارت میبینید که این الگوها بارها و بارها اتفاق میفتن بدون اینکه کوچکترین عکس‌العملی در بازار دیده شه، به خاطر اینکه باید مفهوم عرضه و تقاضا و حمایت و مقاومت در چارت اتفاق بیفته. کندل هایی میتونن مفهوم داشته باشن که این کندل ها در فضایی که فضای مفهوم داری باشه برای ما اتفاق بیفته. از نکات مهم انگولفینگ این هست که کندل پوششی یا اون کندل دوم که همه چیز رو پوشش میده کندل نسبتا بزرگی باشه و واضح دیده بشه و تا جایی که امکان داره دقیقاً بتونه هم های و هم لو رو هم پوشش بده که بدنه که خب شرط اساسی است. و چیزی که مهمه شادوها هم حتما لحاظ بشه. اما باز اگر بخوام از کیفیتش بیاریم پایین و تعدادش رو شاید بیشتر در نظر بگیریم، ممکنه که گاهی وقتا انگولف در مثلا شادوها خیلی منطقی و قوی نباشه و شاهد باشیم که یه مقدار مثلا تساوی وجود داشته باشه، هم ترازی، و یا کامل نتونه شادوها رو هم از هر دو طرف پوشش بده. ولی خب این از کیفیتش قطعا کم میکنه و خیلی نمیتونه جالب باشه. حالا با این تفاصیل شکل و شمایل اینها رو که شناختیم، میریم روی چارت و به ترتیب سعی میکنیم که هر شمعی که میبینیم یه نگاهی بهش بندازیم، آیا پینبار هست، آیا
میتونه انگولف باشه یا خیر و بعد هم پرسش و پاسخی با هم خواهیم داشت. این مطالبی که عرض شد اصلی ترین مطالب شناسایی پینبار و انگولفینگ بود و این دو تا شم و این دو تا الگو در واقع اصلی ترین الگوهایی است که ما در ترانزکشن استفاده می‌کنیم. گرچه شما هر چقدر الگوی شمی دیگه رو هم بلد باشید قطعا به نفع شما خواهد بود. در جلسه آینده نحوه ورود به پوزیشن رو با همین الگوهای شمی و در مناطق مناسب راجع بهش صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که کندل به کندل در یه چارت 4 ساعته در نیوزلند مثلا ما حرکت بکنیم و شناسایی بکنیم آیا اینها میتونن حداقل پینبار یا انگولفینگ باشن یا خیر. به هر کدوم که رسیدیم سعی میکنیم شرایطی رو هم که با هم صحبت کردیم دنبال بکنیم. شما الگوهای بسیار زیادی دیگه رو دارید مشاهده میکنید. الان اینجا بدنه مشکی با همترازی با بدنه سفید در واقع تونسته که میتونه به نوعی اینجا اگر در نظر بگیریم انگولف کرده، اما خب کمی از شادوی کندل قبل از خودش وجود داره که با اون گپ در واقع ما شاهد نیستیم که کندل بعدی باز شده باشه و ریزش اتفاق افتاده باشه. پس اگر این کندل مشکی کمی بالاتر باز میشد ما این دوتا رو میتونستیم به عنوان حداقل انگولفینگ نزولی در اینجا در نظر بگیریم که خب فعلا ازش عبور میکنیم. خب این کندل ها رو به ترتیب داریم مرور میکنیم. اینجا این کندل در واقع نشونه های یک پینبار رو داره، اما من میخوام نقضش بکنم. خاطرتون باشه که یک پینبار بادیش یا حداقل کلوزش باید در بادی کندل قبل از خودش باشه، بنابراین این شرط رو نداره. اما اینکه این کندل به تنهایی حالا آیا 3 برابر هست این قسمت میتونیم سریع اندازه بگیریم با بادی و شادوی بالایش هم کوچیک هست، درسته، اما پینبار نمیتونه باشه به خاطر مسائلی که عرض کردیم. این کندل دوباره به تنهایی یک کندل است که شروط اولیه پینبار رو به خوبی داره. نگاه بکنید که اینجا این شادو خیلی کوچیک داره، پایین شادو دقیقا میشه گفت 3 برابر بادی هست، اما کلوزش قطعا توی بادی کندل قبل از خودش نیست و واضح هست که این کندل اگر می‌خواستیم پینبار در نظر بگیریم جای تشکیلش خیلی جای منطقی نیست. بنابراین ما فعلا از اینها عبور می‌کنیم و ببینیم که اینجا چه اتفاقی افتاده. اینجا رو مشاهده بکنید. ما یک کندل نزولی داریم که یک کندل نرمالی است مشکی، بعد از 4 کندل نزولی و بعد شاید 1-2 پیپ همتراز پایینتر کندل باز شده و همتراز با کندل قبل از خودش بسته شده. نهایتا با شادوهایی که زده از هر طرف، یعنی هم های جدیدی زده و هم لو جدیدی، اما به نظر من بر اساس تجربه بادی کندل انگولف باید بسیار بلندتر از کندل قبل باشه. یعنی به نظر من بر اساس تجربه شما هم اینطور لحاظ کنید که کندلی که انگولف میکنه همیشه با بادی خودش این کار رو انجام بده و به شادوها خیلی ما نخواهیم که اعتماد بکنیم. اینطوری یه مقدار هم کیفیت میره بالاتر، هم شما خیالتون راحت‌تر خواهد بود در ترید کردنتون و استرسش برای شما قطعا کمتر میشه. انگولفینگ ها در بادی های کوچیک خیلی زیاد اتفاق میفته، اما من تاکید دارم که کندل اول هم یک کندل منطقی باشه که حداقل یک بدنه مشخصی داشته باشه ما ببینیم و بعد اون اتفاق بیفته. الان اینجا رو اگر ما اجازه بدید که بررسی بکنیم، ما یک کندل با بدنه مناسب اینجا داریم و کمی بالاتر شاید همتراز یا 1-2 پیپ بالاتر این کندل مشکی باز میشه، یک های جدید میزنه و بعد یک کل بادی قبلی رو و همینطور 2 تا کندل قبل از خودش رو کامل پوشش میده، پایینتر بسته میشه و لو جدیدی هم میزنه. یعنی اینجا یک انگولفینگ اتفاق افتاده، اما شاید شرایط محدوده‌ای که درش این اتفاق افتاده مناسب نباشه که ما امروز فعلا اونها رو چک نمی‌کنیم. پس ما اینجا این انگولفینگ رو داریم، اینجا هم شبیه هست، اما این خب خیلی بهتره چون های لو جدیدی زده و بادی کندل دوم کاملا واضحه که بادی مناسبی است.
همینطور حرکت میکنیم. الان این کندل باز اینجا این قطعا به تنهایی یک پینبار هست به خاطر بادی کوچیکش و شادو 3 برابرش، ولی نقطه کلوزش رو اگر دقت بکنید در بادی کندل قبل از خودش نیست و چند پیپ پایینتر کلوز شده که باز این شرط بسیار مهم باعث میشه که این هم فیل باشه و ما اون رو پینبار در نظر نگیریم. همینطور اگر در چارت حرکت بکنید و این رو به عنوان تمرین لحاظ بکنید مطمئن باشید که میتونید پیدا بکنید. خب یک مورد دیگه اینجا ما در واقع یک شادویی داریم که به نظر 3 برابر بودنش درسته، اما کمی شادوی بالایی منطقی نیست، یک مقدار از حد خودش بلندتره، اما بادی کوچیکی داریم و شادوی 3 برابر رو داریم. کلوز این پینبار ما در بادی کندل قبل از خودش اتفاق افتاده و اون بالایی کمی قابل اغماس هست، اگرچه چند پیپ کمتر بود خیلی بهتر بود، ولی اینجا میشه گفت که ما یک پینباری رو داریم که تقریبا شرایط مورد نظر ما رو حداقل تا 90% داره. اگر که باقی شرایطی که در مجموع جلسات یاد میگیریم اوکی باشه، ما پس اینجا رو یک پینبار پیدا کردیم و الگویی که میخواستیم رو بهش رسیدیم و میتونیم باهاش معامله بکنیم. اینجا رو دقت بکنید، یک بادی مشکی که از پایین هم دم داره و سر و یک کندلی که کامل اون رو انگلف کرده، اما نقطه بازگشایی کندل سفید باید حداقل یک پیپ هم که شده پایینتر از این کندل باشه که نبود، بنابراین این کار رو خراب کرد. باز اینجا ما یک پینبار داریم که اما این بار دیگه شادوی بالایی بسیار زیاد هست. این از همون مواردی است که گفتیم از کیفیت کم میکنه و به صفر میرسونه قضیه رو. اینجا کیفیت بسیار کم شده و پینبار بودنش رو حتی میشه گفت که زیر سوال برد. بذارید چارت رو عوض کنیم، روزانه پوند رو دنبال میکنیم ببینیم که به چه چیزهایی میرسیم. این دوباره نمیتونه انگولفینگ باشه چون چند پیپ پایینتر اوپن شده در این کندل و اگر که بالاتر اوپن میشد قطعا این یک انگولفینگ کامل بود به دلیل پوشش کاملی که کندل قبل از خودش رو داده. یا باز این کندل نمیتونه پینبار باشه به دلیل شادوی بلندی که اون سمت تشکیل داده. خب حرکت میکنیم. الگوهای جمعی دیگه رو من دارم میبینم که چون ما نمیخوایم رو اونها وقت بذاریم پس راجع به اونها فعلا صحبتی نمی کنیم و سعی میکنیم که الگوهای گفته شده رو بررسی کنیم. خب اینجا رو باز با 1% اغمازی میشه در نظر گرفت. ما یک شمع صعودی داریم که نرمال هست، یعنی خیلی بزرگ و بلند و اینها نیست، دارای شادوی دو طرفه هست. همتراز با اون ما اوپن رو داریم و کلوز کامل پوشش میده. های جدید داریم، نوع جدید داریم و همینطور یکی دو کندل قبلش هم انگولف شده. مجموعاً اینجا یک انگولفینگ خوبی هست با یه چند درصد اغماس که یک کاش بالاتر در واقع میتونست اوپن بشه. پس اینجا هم میشه گفت که میتونیم اون رو انگولفینگ در نظر بگیریم و اگر محدوده و جای اون مناسب باشه با اون پوزیشن گیری رو انجام بدیم. اغلب میبینید که همتراز هست. اینجا یکی دو پیپ فکر میکنم بالاتر باشه. اینجا یک انگولفینگ خوب رو داریم، باز ما کل بدنه و شادوها انگولف شده. اینجا یک پینبار خیلی خوب داریم، یعنی بادی مناسب هست، شادو 3 برابر هست، شادوی بالایی خیلی زیاد نیست، اما کلوزش در بادی کندل قبل از خودش نیست و خب باز اینجا از بین میره اون چیزی که ما دنبالش بودیم. و همین ترتیب میتونیم ما پینبارها و انگولفینگ ها رو در هر چارتی مشاهده کنیم. اگر خاطرتون باشه هفته پیش ما این رو در طلا کشیدیم به عنوان یک محدوده بسیار مهم و میبینیم که شکست اتفاق افتاد و حالا اگر این پول بک به این محدوده کامل بشه
جالب هست که ما باید به دنبال انگلف یا پینبار باشیم برای بای زدن و اگر که دوباره اینو بشمونه بیاد این زیر، ما باید به دنبال به نوعی پول بک اینجا به دنبال پینبار یا انگلف برای سل باشیم. پس وضعیت میتونه به این شکل باشه. پس ما محدودمون رو تشخیص دادیم، روندمون داره صعودی میشه چون یک مقاومتی شکسته شده و اگر که این بیاد روی همین محدوده طلا دو تا الگوی حالا یا انگلفینگ یا پینبار بزنه، ما برای بای خودمون رو آماده میکنیم. و خاطرتون باشه که بادی میتونه در داخل محدوده باشه و یا بالاش. ببینید الان بادی یک پینبار مثلا میتونه اینجا باشه، شادو ولی میتونه بیاد پایین، هیچ ایرادی نداره. عرض کنم که خود بادی میتونه بالاتر باشه و شادو هم مثلا خیلی عبور نکنه، اینم عالی است. در هر صورت بدنه پینبار ما نباید به زیر محدوده بیاد برای زمانی که میخوایم بای بزنیم و این از شروط اصلی است. انگلفینگ هم همینطور. الان اینجا اگر نزولی هست، بذارید من این رو هم پاک کنم. اگر که اینجا در واقع بخواد انگلفینگ تشکیل بشه، پس ما یک شمع نزولی خواهیم داشت که ممکنه شادوش بیاد پایین‌تر یا حالا کلوزش کمی پایین‌تر باشه، اما شمع انگلف و پوششی باید بتونه در روی محدوده حالا 2/3 حداقل بالاتر باشه، پوشش بده و بازار رو برگردونه بالا که ما این بای رو داشته باشیم. یعنی در هر صورت نحوه قرارگیری این کندل ها بسیار مهم هست و ما باید به اون دقت بکنیم. و یکی از سوالاتی که جلسات قبلی دوستان میپرسیدن، من در همینجا پاسخ بدم. راجع به محدوده عرضه و تقاضا دوستان زیاد سوال کرده بودن که من بیشتر توضیح بدم. ببینید محدوده عرضه و تقاضا به این شکله که شما یک حمایتی رو یا یک مقاومتی رو شاهد هستید و هر کسی بر اساس استراتژی خودش زمانی که به این حمایت نزدیک میشیم احتمالاً به پوزیشن بای فکر میکنه. اما هر شخصی با هر استراتژی نقطه ورودش قطعاً با بقیه فرق میکنه. مثلا ما این محدوده رو شامل 25 پیپ در نظر میگیریم که این محدوده در یک تایم روزانه هست مثلا و 25 پیپ پهناش هست و هر کدوم از افراد تریدرهایی مثل ما یا بانک‌های مرکزی یا شرکت‌های اینوست در این محدوده شروع میکنن اوردرهایی رو قرار دادن. یعنی شخصی اینجا اوردر بای لیمیت میذاره، شخصی اینجا بای میزنه، شخصی ممکنه در چند پیپ پایینتر، بعضیا میگن که مثلا نرسیده به اون بعد اوردر بزنه. حالا تعداد خیلی زیادی اوردر ثبت میشه و بازار نوسان میکنه. تعدادی از این اوردرها چون قیمت بهشون میرسه باز میشن و بازار بازگشت میکنه میره بالا. اما تعدادی از اوردرها باقی میمونه. اینکه من و شما اوردرهامون رو معمولا روزانه پاک میکنیم خیلی مسئله مهمی نیست. اوردرهای بسیار بسیار حجیمی توسط شرکت‌ها و بانک‌ها و اینها در سراسر دنیا در محدوده‌های حمایت و مقاومت باقی میمونه چون اونها اصلا تریدرهای کوتاه مدت نیستن. بار دیگه‌ای که بازار برمیگرده به اون محدوده حتی قصد شکستن اون محدوده رو داره، اما این عبور و شکست موقتی این محدوده باعث میشه تمام اوردرهای باقی مونده از قبل که هر کسی با سیستم معاملاتی خودش ثبت کرده بود باز میشه. مجددا این باز شدن های اوردرها بازار رو برمیگردونه. پس ما یکی این که بتونیم یک محدوده حمایت یا مقاومت رو تعیین بکنیم مسئله مهمی است و یکی دیگه این که پیدا بکنیم در چه جاهایی از قبل ممکنه اوردر باقی مونده باشه که به این محدوده میگن محدوده تقاضا. بالعکس اون میشه محدوده عرضه که راه اون هم عرض کردیم. آخرین نوسان بازار در یک منطقه حمایت یا مقاومت رو پیدا میکنیم. حول و حوش اون قطعا این اوردرها وجود داره. این موردی بود که جلسه قبل باقی مونده بود و ما باید توضیح میدادیم. حالا میریم به بخش پرسش و پاسخ که حالا فرصت مناسب هم برای دوستان داشته باشیم. توصیه من این هست که پرسش ها رو عزیزان به صورت متنی مطرح کنن که فرصت پاسخگویی به اون رو هم
داشته باشیم، وقت بیشتری بتونیم برای عزیزان بذاریم و پرسش‌های صوتی کمتر باشه. خب بریم سراغ سوالات. این سوال رو جلسه گذشته هم دوستان پرسیدن، مبنی بر اینکه آیا روش پرایس اکشن و ایچیموکو رو میتونیم ترکیب بکنیم یا خیر و حالا با هر سیستم معاملاتی دیگه. این رو من دوباره دقیق پاسخ بدم. روش پرایس اکشن در اصل یک روش نیست، بلکه اطلاعات محضی است از تحلیل تکنیکال که بسیار کاربردی است و میتوان با آن به خوبی معامله کرد. بنابراین این پرایس اکشن رو اگر ما بدونیم، همه روش ها رو میتونیم باهاش تلفیق بکنیم و بهترین نقاط ورود رو در هر روشی پیدا کنیم. خیلی وقتا جای مختلف صحبت میشه که آقا ما همه چیز خوبه اما ورودمون به پوزیشن ها معمولا خوب نیست. خب پرایس اکشن بهترین ورود رو به پوزیشن از هر روشی به شما خواهد داد. جلسه بعد رو بیاید حتما، ما اونجا دقیقاً نقطه ورود به پوزیشن مشخصه، دقیقاً حد ضرر مشخصه، تارگت مشخصه و قطعا ما میتونیم با هر روشی، حالا چه در واقع ایچیموکو باشه یا هر روش دیگه، قطعا میتونیم اینها رو تلفیق بکنیم و اینکه برای هر تایم فریمی هم هر شد استفاده میشه. یعنی ایچیموکو اگر که شما قدرت و روان مناسبی دارید، از تایم 1 دقیقه 5 دقیقه قابل استفاده است، ولی خب بهتر هست که در تایم بالاتر حداقل استفاده بشه. خب یک ابزار برای نوشتن روی چارت که خب در متاتریدر ابزار تکست رو ما داریم. حالا این سوال خیلی به سوال پرایس اکشنی مربوط نیست. این ابزار برای روی چارت نوشتن در واقع مناسب هست. دوست عزیز، سوال بعدی، روش‌های مختلفی می‌فرمایند که در پرایس اکشن ما داریم، آیا اینها با هم متفاوت هست؟ ببینید من فکر می‌کنم در جلسه اول در اون یه اول توضیح دادم که مثلا ما الیوت رو به چند شیوه در دنیا کار میشه. این شیوه ها از کجا میاد؟ اینکه اساتید مختلفی که کار میکنن، کتابی که می‌نویسن، سبک‌هایی که ارائه میکنن، یه درصدی با هم ممکنه اختلاف داشته باشه، اما بیس کار همون الیوتی است که از اول وجود داشته. پرایس اکشن رو هم ما تصمیم گرفتیم اینجا عمومی تدریس بکنیم، یعنی نگیم شیوه کاری چه کسی است و این خود شمایی که اگر بخواید تخصصی تر کار بکنید، ممکنه که دنبال روی تحلیل ها و کتاب ها و نوشته های یک شخصی بشید که شاید در دنیا معروف باشه. پس خیلی نه، تفاوتی نمیکنه، اصول به هر حال یکی هست. یکی دو تا سوال دوستان مربوط به وبینار نیست، مثل باز شدن تایم اکسنس چه تایمی است در تایم ایران. این سوالات رو اگر در گروه مطرح بکنید، گروه تلگرامی یا از همکاران بپرسید، قطعا به شما پاسخ خواهند داد. سوال درباره اندیکاتور پرسیدن، باز به امروز دوستان مربوط نمیشه، بنابراین وقت نمیذاریم روز. میفرمایند که روش پرایس اکشن در تشخیص تغییر روند چقدر قدرت داره. اصلا پرایس اکشن کارش این هست که ما روند رو به درستی شناسایی میکنیم از جایی که میشه گفت ما دیگه در جهت روندیم. یعنی این شعار قدیمی که در جهت روند معامله کنید، روند دوست ماست، یه پرانتزی داره و اون این که تا زمانی که روند تمام نشده، هر روندی ما نباید در جهتش معامله بکنیم و پرایس اکشن اجازه رو به ما میده که ما بشناسیم آیا این روند همچنان ادامه دار هست یا خیر، و اگر داره بازگشت میکنه باز هم ما اونجا میتونیم معامله داشته باشیم. سوال جالبیه که میفرمایید آیا چند شم پشت سر هم میتونن اولین شم رو اینگولف کنن، که این خودش یه الگو هست، الگوهای چند تایی که اتفاق میفته و اگر فرصت شد من تصویرش هم نشونتون میدم. تو شرایطش با این اینگولف فرق داره، تفسیرشون شاید یکی باشه. یه شم سعودی داریم که 4 شم بعدی مجموعاً اون رو برگشت زدن و اینگولف کردن. شدنیه، اما باید رو تصویر و اینها قشنگ صحبت کنیم که درست باشه. سوال بعدی اینه که آیا کندل بعد از پین بار یا اینگولف هم مهمه؟ ببینید دوستان، ما دو نوع تریدر داریم، تریدر کم ریسک و پر ریسک.
پر ریسک ها حالا افرادی هستند که یا تازه واردن، عجولن، یا نه افراد حرفه‌ای هستند و کم ریسک ها هم همینطور، یعنی از هر دو دسته میتونن باشن. افرادی که به خودشون اعتماد به نفس دارن و پر ریسک حساب میشن، اینها با خود وجود این گلف و پینبار بعدش معامله میکنن که ما جلسه بعد میگیم چطور. و افراد محتاط‌تر همیشه یک کندل تایید هم خواهند گرفت که ما همیشه برای افراد تازه کار و شروع یادگیری یک استراتژی توصیه میکنیم که کندل بعد کندلی باشه که شما دنبالش بودید، بنابراین جلسه بعد رو از دست ندید. در بازار ایران باز مشکلی که وجود داره، میفرمایند دوستان که با دامنه نوسان و حجم و دستکاری قیمت و اینها چطور میشه پرایس اکشن استفاده کرد. ببینید دوستان، اگر که روندیابی و اون محدوده‌های واکنشی و پینبار و انگولفینگ رو ما یاد گرفتیم، باید خاطرتون باشه که خیلی شکل و شمایل چارت برای ما فرقی نداره. حالا گپی که در اثر افزایش سرمایه در چارت وجود داره، خب شما میتونید از نمودارهای مثلا تبدیل شده استفاده کنید که اینها درش کمتر باشه، چون کندل دیگه در تبدیل شده یا نشده دستکاری نمیشه. بنابراین باید تصمیمتون رو بگیرید که آیا از قیمت پایانی استفاده میخواید بکنید یا از کلوز استفاده میخواید بکنید. یک مقدار مباحث در بورس ایران باید ایرانیزه بشه، یعنی تکنیکالی که ما یاد میگیریم 4 تا 5 تا فیلتر باید بهش اضافه بکنیم در ذهنمون که روی چارت های بورس ایران هم استفاده کنیم. و این رو هم خاطرتون باشه که فقط بورس ایران نیست که اینطور هست. شما هر بورس کشورهای مختلف رو به دلیل اینکه 24 ساعته نیستن اگر بخواید کار بکنید همین مشکل گپ رو دارید. اونها هم سهام دارن، افزایش سرمایه دارن، تعدیل دارن، هیچ فرقی نمیکنه چه کشوری باشه. یک مقدار دانش کار کردن در بورس یک کشوری رو باید داشته باشید و یعنی تکنیکال و چارت همینه. و پرایس اکشن در بورس ایران به جد عرض میکنم به خوبی جواب. محدوده حمایت و مقاومت و اینکه چطور تشخیص بدیم رو دوست عزیز فیلم جلسه دوم رو دانلود بکنید، از دوستان تهیه بکنید لینکش رو و اونجا کامل توضیح دادیم. اگر لازم بشه دو جلسه کارگاه عملی رو حتما شرکت بکنید و من الان به زودی به همکاران اطلاع میدم که احتمالاً یک جلسه لازم هست ما به پرایس اکشن اضافه بکنیم که اگر بخواد اضافه بشه اون رو من به خدمت شما عرض خواهم کرد. موضوع مولتی تایم فریم رو باز مطرح میکنم دوستان. جلسه قبل هم عرض شد که نه، لزومی نداره زمانی که شما یه پینبار پیدا کردید، محدوده واکنشیتون رو هم پیدا کردید، بخواید حتما به تایم‌های بالا و پایین برید. اما زمانی که ما میخوایم تارگت بذاریم برای پوزیشنمون، زمانی که در ابتدا میخوایم روند چارت رو مشخص بکنیم، چرا بد نیست که حداقل یک تایم بالاتر رو هم چک کرده باشیم، وگرنه ضروری نیست. سوال اکسپرسی یا در واقع مربوط به بروکر میپرسن دوستان، بازم خواهش میکنم با همکاران مطرح بکنید. در واقع استراتژی رو میپرسن دوستان که بعد از اینکه سطوح حمایت مقاومت پیدا شد، وقتی قیمت به اونجا میرسه ما الگوهای شمی رو باید چک بکنیم. بله دقیقاً مراحل رو دوباره توضیح میدم. ابتدا روند بازار رو به دست میاریم طبق فیلم جلسه اول، سپس مناطق مهم چارت رو به دست میاریم فیلم جلسه دوم و طبق جلسه امروز الگوهای شمی مهم رو روی مناطق چک میکنیم تا متوجه بازگشت بازار بشیم. برای پرایس اکشن قصد هم به زودی منابع اونها رو در کانال من قرار میدم. الگوهای شمعی عرض کنم خدمت شما که این مدل پینبار رو میپرسن که در یک انتهای روند به چه شکلی باشه. خب سوال خوبی است. ببینید پینبار وقتی که بخوایم به یه تفاوتی در روند صعودی و نزولی حداقل برای اون قائل باشیم، به این دو شکل هست که در این وضعیت در واقع این شمع مشکی است. غیر از این نیست. اگر که الگوهای دیگه رو بخوام دنبال بکنیم الگوهای دیگه شمعی خواهند شد، ولی این دو تا الگو دقیقاً بالاییه باید
شم بادیش صعودی باشه، اینجا باید بادیش نزولی باشه و به این شکل. این در واقع کندل است یا پینباری است که میتونه در وضعیت‌های صعودی به ما کمک بکنه و این کندل در واقع در وضعیت‌های نزولی. بالعکسش هم میتونه باشه ولی کیفیت‌هاشون با هم متفاوت هست. این بخشی از سوالات شما عزیزان در جلسات کارگاه که همه اطلاعات شما با هم متصل می‌کنیم خود به خود حل میشه و نگران نباشید. ما کارگاه رو برای همین گذاشتیم. منابع رو قطعا دوستان باز پرسیدن معرفی خواهم کرد. بله، نکته خوبه دوستانمون که تایم فریم های بالاتر الگوهاش هم قطعا با کیفیت تر. مثلا شما یک پینبار کاملا دقیق و صحیح رو اگر در چارت روزانه فارکس پیدا بکنید بدونید که خیلی خیلی ارجح‌تر هست نسبت به هر چیز دیگه. فرق چکش یا داراویز رو با پینبار میپرسن که این در اوایل وبینار عرض شد که از لحاظ ظاهری همون هست. تنها تفاوتش این هست که بادی پینبار باید کلوز بشه در کندل قبل از خودش که این در خود چکش و اینها خیلی مسئله ضروری نبود، اما در الگوی پینبار کاملا ضروری هست و اگر نباشه اصلا پینبار نیست. در سوال در مورد تشخیص روند دارن میپرسن. فیلم جلسه 1 رو مشاهده بکنید. نقطه ورود در پینبار رو میپرسن دوستان. جلسه بعد عرض میشه نحوه ورود به پوزیشن، استابلاس، تارگت و مدیریت سرمایه. یکی دو تا پیشنهاد در مورد وبینارهای بعدی چشم لحاظ میشه. میپرسن که روی ترازهای فیبوناچی یا در واقع اون شمارش‌های الیوت ما میتونیم اینها محدوده‌های مهمی هستن یا نه. برای روش پرایس اکشن میتونن به عنوان یک مطلب اضافه در نظر گرفته بشن اما جایگزین نه. به این مسئله دقت کنید. یعنی ما بیایم به جای اینکه یک محدوده حمایت مقاومت سنتی که در چارت آموزش دادیم اون رو پیدا بکنیم و روی اون کار بکنیم، بیایم مثلا بریم تراز فیبوناچی. نه، این کار صحیح نیست. اما اگر محدوده‌ای که ما به روشی که در جلسه قبل گفتیم پیدا کردیم یک محدوده واکنشی رو و قیمت داره به اون نزدیک بشه و ما متوجه میشیم همین محدوده تراز مثلا 50% فیبوناچی هم هست، این میشه چه بهتر. یا اگر از لحاظ الیوت اونجا میتونه انتهای موج 4 هم باشه چه بهتر. اما اگر ما اون محدوده حمایت و مقاومت رو نتونیم درست پیدا بکنیم، تشخیص بدیم و بریم روی فیبوناچی ها یا الیوت بخوام کار بکنیم، اون دیگه پرایس اکشن نخواهد شد. باز عده‌ای از دوستان لطف دارن، تشکر و اینها که من از همراهی این عزیزان و دلگرمی‌هاشون تشکر میکنم. بحث کار کردن جدا در هر تایم فریم رو مطرح میکنن. این کار شدنی است. یعنی ما بیایم یک ساعته رو جدا تحلیل بکنیم، مثلا کاری نداشته باشیم که 4 ساعته چی میگه، 4 ساعته رو جدا، روزانه رو جدا، هر کدوم با توجه به پرایس اکشن سیگنال دادن اون رو ترید بکنیم. این کار شدنی است. یعنی هر چارتی رو شما یک جفت ارز مستقل بخواید در نظر بگیرید و این کار هیچ ایرادی درش نیست. به نظر من جالب هست. سوال در مورد قیمت پایانی یا کلوز بورس ایران رو من قبلا پاسخ دادم و سوالات مختلفی درباره اندیکاتورها و اینکه چه چیزهایی رو میشه با مثلا در واقع الگوهای شمعی یا سطوح تلفیق کرد که من فعلا میگم بهتره فقط با آموزش‌های وبینار همراه بشید و هیچ چیزی رو اضافه نکنید. نه ایچیموکو رو اضافه بکنید، نه پیوت ها رو اضافه بکنید، نه الیوت رو، هیچ چیزی رو تلفیق نکنید. دقیقاً به همین سادگی که ما تا امروز صحبت کردیم در واقع باشه و بهتر هست تا انتهای وبینارهای پرایس اکشن هم با ما همراه باشید. و باز هم سوالاتی در مورد ساعت وبینار و یا موضوعات مشخص اکسنس و اینها، من یه سری به بخش سوالات صوتی بزنم ببینم آیا دوستی اونجا ممکنه منتظر باشه. گرچه میگم به سوالات صوتی حقیقتا شاید نرسیم به خاطر اینکه سوالات تکستی بسیار زیاد هست. باز هم دوستان چون بخشی از سوالات راجع به این موضوع بوده، اگر نظری راجع به وبینارها یا ساعتش، روزش، تعدادش،
عناوینی که مد نظرتون هست اینها دارید هم در اون گروه بیاید مطرح بکنید، هم ارسال بکنید برای همکاران. اینها مطالعه میشه، لحاظ میشه و قطعاً پاسختون رو اونجا دریافت خواهید کرد. بنابراین وبینارهای قبلی رو هم عناوینش رو یک مروری بکنید، چون ما در مورد ایچیموکو وبینار داشتیم و انجام شده که یکی از دوستان پرسیدن. بنابراین اگر دسترسی خودتون رو و دوستان و آشنایانتون رو به این کانال های تلگرام و اینها و اون پیج اطلاع رسانی و پیج مربوط به وبینارها در واقع ایجاد بکنید، قطعاً راحت خواهید شد و دیگه این سوالات برای شما پیش نمیاد. توصیه میکنم این خدمات، آموزش‌ها، وبینارها همش رایگان هست، بدون شرط و شروط هست. پس اطلاع رسانی بکنید. بد نیست این آموزش‌ها در بورس ایران استفاده میشه، در بازار آتی شما میتونید استفاده کنید، در فارکس میتونید استفاده بکنید. پس چرا که نه، هم خودتون هم آشنایان دوستانتون بهره ببرید از این جلسات. بنابراین اینکه اون رو معرفی بکنید یک کادویی هست به دوستان و آشنایانتون. 6-7 جلسه هست پرایس اکشن. امروز جلسه سوم برگزار شد و تا 20 اسفند ما خواهیم داشت. من عرض کردم احتمالاً یک جلسه من باید 27-8 اسفند شاید یه جلسه پرایس اکشن اضافه میشه به جلسه آخر که حالا اون رو قطعا اطلاع رسانی خواهیم کرد. مباحث و موضوعات دیگه هم هست. اجازه بدید که سر 1 ساعت به خاطر اینکه فیلم قابل دانلود باشه برای همه عزیزان ما وبینار امروز رو یواش یواش تمومش بکنیم و با اجازهتون مرخص بشیم. دعوتتون میکنم که حتما فیلم 3 جلسه اول رو ببینید مجددا بارها و بارها. آماده باشید برای جلسه بعد که نحوه پوزیشن گیری و تلفیق این اطلاعات هست تا من در خدمتتون باشم ان شاء الله. بنابراین دوستان از حضورتون مرخص میشم تا هفته آینده. روزتون بخیر و خدا نگهدار.